ندای اذان ظهر در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا و دقیقاً مقابل کاخ سفید، در میانه تجمع و تظاهرات 5 ساعته شمار بسیار زیادی از مردم ایالت‌های مختلف آمریکا که برای رساندن صدای اعتراضشان به نسل‌کشی مردم غزه و حمایت دولت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی خود را به کاخ سفید رساندند و آن را محاصره کردند. تجمع کنندگان آمریکایی یک پارچه قرمز با طول بیشتر از 3 کیلومتر به عنوان نماد خط قرمزی که مردم آمریکا برای کاخ سفید تعیین کردند، در اطراف کاخ سفید در دست گرفته بودند. خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا این خط قرمز را این گونه توصیف کرد: این نوار قرمز نماد خط قرمزیه که مردم آمریکا برای رئیس جمهور بایدن تعیین کردند تا بیش از این از اسرائیل حمایت نکنه. فریاد آزادی فلسطین و توقف فوری نسل‌کشی در غزه از شعارهای هزاران و شاید ده‌ها هزار آمریکایی حامی فلسطین بود که این بار در چند متری کاخ سفید طنین انداز شد. ما 10,000 نفر از مردم با وجدان آمریکا هستیم که در خیابان‌های دور کاخ سفید خط قرمز کشیده‌ایم تا کسانی که داخل کاخ سفید هستند صدای ما را بشنوند و خط قرمز مردم را ببینند. این خط قرمز ما بر ضد خط تروریست و خشونتی است که همواره از کاخ سفید نشأت می‌گیرد. حمایت از صهیونیسم غیر قابل توجیه، غیر قابل دفاع و غیر قابل بخششه. ما به چیزی کمتر از آزادی فلسطین از بر تا نهر راضی نیستیم. باید تک تک مناطق، مزارع، روستاها، تکه تکه سنگ‌ها و شن‌ها و وجب به وجب فلسطین آزاد بشه. همه اینها بخشی از فلسطینه. در دست نوشته هایشان نیز درخواست توقف نسل‌کشی، آتشبس فوری و توقف حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی نقش بسته بود. ما از بایدن و دولتش می‌خوایم که برای توقف نسل‌کشی که با همکاری شرکای صهیونیستشان به فلسطین تحمیل کردند، سریع اقدام کنند. ما دولت آمریکا را مسئول نسل‌کشی در غزه می‌دانیم. ایالات متحده بزرگترین تامین کننده خشونت و ناامنی در جهانه. اقتصاد ایالات متحده مبتنی بر جنگ. اینها یه مشت دیوونه بی خدا هستند. همزمان با پایتخت آمریکا، شهر لس آنجلس هم صحنه تظاهرات هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه در سایه حمایت دولت آمریکا بود. صهیونیست‌ها با حمایت دولت آمریکا تا الان حدود 40,000 نفر را در غزه قتل عام کردند. اگر حمایت دولت ما از اسرائیل نبود، آنها قادر به این همه جنایت و قتل عام نبودند. این برای ما مایه شرمندگی است. زنده باد فلسطین، زنده باد مقاومت برای آزادی فلسطین. به مبارزه ادامه بدید. شما در سمت درست تاریخ ایستادید. همه قدرت برای ماست، چون خدا با ماست. محاصره بی سابقه کاخ سفید توسط هزاران آمریکایی حامی فلسطین و خشمگین از ادامه حمایت‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی از جایگاه تضعیف شده جو بایدن در جامعه آمریکا و 5 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور هم حکایت دارد. به ویژه آنکه بر اساس نظرسنجی‌های اخیر محبوبیت بایدن در جامعه آمریکا به کمترین میزان در 45 سال گذشته و در مقایسه با همتایان قبلی‌اش سقوط کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.